اینم از ربمون. ببخشین از روش از اولش تا الان نگرفتم، آخر روش پختش رو گرفتم. بعد بذاریمش روی گاز. وقتی گوجمون دیگه حالا یا پخت یا با نور آفتاب له شد، بذاریمش برای پخت. 2 لیوان آب، به اندازه نمک، به اندازه فلفل بذاریم برای خودش بپزه که غلیظ بشه. همین راحتی. هر چه خد میخواد رو بتون باشه به اندازه میزنید. درد سرا هم خودشو داره، خوش شدن دم قابلمه رو، سیاه شدن کف قابلمه رو، اینا رو بعد به فکرش بود، مواظبشون بود. یه زحمتشو داره. کسایی که نمیتونن باید برن آماده بگیرن. سخته. الان هم برق نیست، من مجبورم فلشم رو روشن کنم وگرنه کیفیتش هم میتونست بهتر باشه.